تصور کن موجودی که قدرتش برابر با 1,000,000 ابرسرباز معمولیه، موجودی که یه خدا رو با دستای خالی نابود کرده و لرزه به تن دشمناش میندازه، مقابل مرد پولادین قرار بگیره. قهرمانی که سالهاست نماد قدرت در دنیای دیسی محسوب میشه و با بزرگترین تهدیدهای جهانش روبرو شده. اما اگه این دو افسانه مقابل هم قرار بگیرن، چه کسی آخرین نفر روی پای خودش میسته؟ رابرت رینولدز یه انسان معمولی بود. اون نه از یه سیاره دیگه اومده بود، نه یه خدای باستانی بود و نه از اولش قدرتی داشت. اما همه چیز زمانی تغییر کرد که اون به یه فرمول آزمایشی دست پیدا کرد. فرمولی که قرار بود یه نسخه جدید و قدرتمندتر از سرم ابرسرباز باشه. اما نتیجه خیلی فراتر از انتظار بود. بعد از مصرف این فرمول، رابرت رینولدز تبدیل شد به سنتری، موجودی با قدرتایی که حتی قهرمانای بزرگ مارول هم به سختی میتونستن با اون مقابله کنن. قدرتی که گفته میشه حدود 1,000,000 برابر بیشتر از سرم ابرسرباز کاپیتان آمریکاست. بعد از اون، سنتری در سطحی قرار گرفت که میتونست با قوی‌ترین شخصیت‌های مارول رقابت کنه. اما قدرت سنتری فقط به زور بازوش خلاصه نمیشه، چون همراه با تولد سنتری یه موجود دیگه هم به وجود اومد. The Void. Void یکی از مهمترین بخشای شخصیت سنتریه. اون فقط یه دشمن خارجی نیست. Void در واقع نیمه تاریک وجود سنتریه. هر چقدر سنتری نماینده امید، نور و نجاته، Void نماینده ترس، نابودی و مرگه. به همین دلیل سنتری همیشه با یه مشکل بزرگ روبروه. اون فقط با دشمنای بیرونی مبارزه نمیکنه. اون همیشه با خودش هم درگیری داره. و همین موضوع باعث شده سنتری یکی از تراژیک ترین شخصیت‌های مارول باشه. چون شاید بزرگترین تهدید برای جهان خود سنتریه. اما چیزی که سنتری رو ترسناک میکنه فقط داستانش نیست. قدرت‌های اون باعث شده خیلی از طرفدارا اونو کنار قدرتمندترین شخصیت‌های مارول قرار بدن. بیایید ببینیم سنتری واقعاً چه توانایی‌هایی داره. اول از همه باید درباره قدرت بدنیش صحبت کنیم. سنتری از نظر قدرت خام یکی از هیولاهای ماروله. اون تونسته با موجوداتی مثل هالک مبارزه کنه. تو داستان ورلد وار هالک، وقتی که هالک با همه قدرتش برگشته بود، سنتری یکی از معدود کسایی بود که تونست جلوی اون بایسته. نبرد اونا به جایی رسید که هر دو تقریباً همه توانشون رو استفاده کردن و نتیجه یه پیروزی ساده برای هیچ کدوم نبود. اما یکی از بزرگترین نمایش‌های قدرت سنتری مبارزه اون با آرسه. آرس، خدای جنگ المپ، یکی از قدرتمندترین موجودات ماروله. وقتی که سنتری کنترل خودش رو از دست داد، قدرتش به حدی رسید که تونست آرس رو شکست بده. این صحنه نشون داد که وقتی سنتری به طور کامل قدرت خودش رو آزاد کنه، حتی موجودات سطح بالا هم نمیتونن اونو نادیده بگیرن. از نظر سرعت، سنتری خیلی سریعه. اون میتونه با سرعت‌های خیلی بالا حرکت کنه، پرواز کنه و در مبارزات واکنش‌های فوق‌العاده‌ای نشون بده. اما یه نکته مهم وجود داره. برخلاف بعضی شخصیت‌ها مثل فلش، سرعت سنتری معمولاً مهمترین ویژگی اون نیست. یعنی قدرت اصلی سنتری بیشتر روی قدرت فیزیکی، دوام، انرژی و توانایی‌های غیرعادی اون تمرکز داره. و اما دوام و مقاومتش، شاید یکی از خطرناکترین ویژگی‌های سنتری مقاومت عجیبش باشه. اون میتونه ضربات خیلی سنگین رو تحمل کنه. آسیب‌هایی که برای خیلی از قهرمان‌ها پایان مبارزه محسوب میشن، برای سنتری همیشه کافی نیستن. اما چیزی که اونو واقعاً ترسناک میکنه، توانایی بازسازیشه. اون توانایی بازسازی فوق‌العاده‌ای داره. بدنش میتونه از آسیب‌های شدید دوباره خودش رو ترمیم کنه. این یعنی حتی اگه حریف بتونه به اون آسیب جدی وارد کنه، شکست دادنش بازم سخته. البته این به معنی شکست ناپذیر بودن کامل نیست. سنتری هنوز محدودیتایی داره و قدرت‌های خاص یا مشکلات ذهنی میتونن روی اون تأثیر بذارن. سنتری فقط یه مبارز فیزیکی نیست. اون میتونه انرژی خیلی زیادی تولید و کنترل کنه. توانایی‌هایی مثل شلیک انفجارهای انرژی، جذب یا آزاد کردن انرژی، ایجاد تغییرات در محیط. در بعضی از داستان‌ها حتی توانایی‌های شبیه دستکاری ماده هم از اون دیده میشه. البته باید دقت کنیم که قدرت‌های سنتری در کامیک‌ها همیشه ثابت نیستن. بعضی وقتا نویسنده‌ها اونو در سطح خیلی بالایی نشون میدن و بعضی وقتا محدودتر. و اما بزرگترین فیت سنتری، مبارزه با وید. یکی از جالبترین بخش‌های شخصیت سنتری اینه که بزرگترین دشمنش همون قدرت خودشه. وید نشون داده که میتونه تهدیدی برای کل جهان مارول باشه. و نکته مهم اینه که سنتری و وید از هم جدا نیستن. اونا دو روی سکه هستن.
یعنی اگه قدرت سنتری بیشتر بشه احتمالاً ووید هم خطرناکتر میشه. اما با وجود همه این قدرت‌ها سنتری یه مشکل بزرگ داره: ذهن خودش. رابرت رینولدز از نظر روانی شخصیت خیلی پیچیده‌ای داره. ترس، اضطراب و احساس گناه باعث میشه همیشه نتونه از همه قدرتش استفاده کنه. بعضی وقتا خودشو محدود میکنه، بعضی وقتا کنترل قدرتشو از دست میده و بعضی موقع هم همین مشکل باعث میشه ووید کنترل بیشتری پیدا کنه. پس بزرگترین دشمن سنتری همیشه یه شخصیت دیگه نیست، بلکه جنگیه که داخل ذهن خودش جریان داره. اما حالا باید سراغ طرف دیگه این نبرد بریم: سوپرمن. یه موجود فضایی که از سیاره کریپتون به زمین اومد و توسط خانواده کنت بزرگ شد. چیزی که اونو خاص میکرد فقط قدرتاش نبود. برخلاف خیلی از موجودات قدرتمند، سوپرمن تصمیم گرفت از قدرتش برای محافظت از دیگران استفاده کنه و اون تبدیل شد به نماد امید در دنیای دیسی. اما از اینا که بگذریم، وقتی صحبت از قدرت سوپرمن میشه، اولین چیزی که به ذهن میرسه قدرت فیزیکی اونه. سوپرمن در طول تاریخ کامیک بارها قدرتایی نشون داده که اونو در بالاترین سطح قهرمانای زمینی قرار میده. اون تونسته با موجودات خیلی قدرتمندی مثل دارکساید و دومزدی مبارزه کنه، جلوی تهدیدهایی در مقیاس جهانی و حتی فراتر از اون بایسته، وزنها و نیروهای بزرگی رو تحمل کنه. اما قدرت سوپرمن فقط در زور بازوش نیست. یکی از مهمترین ویژگی‌های سوپرمن سرعت اونه. سوپرمن میتونه با سرعت‌های فوق‌العاده‌ای حرکت کنه و واکنش‌هایی نشون بده که برای خیلی از شخصیت‌ها غیر قابل تصوره. اون بارها با شخصیت‌های خیلی سریع مبارزه کرده و توانایی هماهنگ شدن با سرعت‌های بالا رو داشته. توی یه نبرد، سرعت فقط برای فرار یا سریع رسیدن نیست. سرعت یعنی چه کسی زودتر حمله میکنه، چه کسی بهتر واکنش نشون میده و چه کسی کنترل بیشتری روی جریان مبارزه داره. و این یکی از بزرگترین برگ‌های برنده سوپرمنه. و اما بریم سراغ دوام و مقاومت سوپرمن. بدن کریپتونی سوپرمن زیر نور خورشید زرد زمین قدرت میگیره. این موضوع باعث میشه بدن اون خیلی مقاوم بشه. اون میتونه ضربات خیلی سنگین رو تحمل کنه، در شرایط سخت زنده بمونه، در برابر مقدار زیادی از آسیب‌ها مقاومت کنه. اما سوپرمن هم شکست ناپذیر نیست. چیزایی مثل کریپتونایت، جادو یا بعضی قدرت‌های کیهانی میتونن روی اون تأثیر بذارن. سوپرمن فقط یه مبارز نزدیک برد نیست. اون توانایی‌هایی مثل پرتوهای گرمایی از چشم، نفس یخی، پرواز و جذب انرژی خورشید داره. پرتوهای گرمایی اون میتونن در مبارزه از فاصله دور فشار زیادی ایجاد کنن. و اما اراده و شخصیت سوپرمن. یکی از تفاوت‌های بزرگ سوپرمن با سنتری شخصیت اوناست. سنتری موجود فوق‌العاده قدرتمندیه، اما همیشه با مشکلات ذهنی خودش مبارزه میکنه. اما سوپرمن یکی از قوی‌ترین اراده‌ها رو بین قهرمانای کامیک داره. اون بارها در شرایطی قرار گرفته که از نظر فیزیکی شکست خورده بوده، اما به خاطر ارادهش ادامه داده. و این موضوع در مبارزه با سنتری اهمیت زیادی داره. بریم سراغ فیتای مهم سوپرمن. سوپرمن در طول تاریخ کامیک فیتای زیادی داشته، ولی ما فقط موارد مربوط به نسخه معمولی اونو در نظر میگیریم. اون تونسته با شخصیت‌های سطح بالا مبارزه کنه. شخصیت‌هایی مثل برینیاک، ایمپریکس، دارکساید، دومزدی و مانگول. همه اینا از قدرتمندترین شخصیت‌های دنیای دیسی هستن. یکی از بزرگترین فیتای سوپرمن سرعتشه. واکنش به حملات در کسری از ثانیه. رقابت با فلش در چند تا داستان. حرکت و مبارزه در سرعت‌های خیلی بالا. ولی با وجود همه اینا، یه نکته مهم وجود داره. سوپرمن هم مثل سنتری بسته به نویسنده تغییر میکنه. بعضی وقتا قدرتمندتر نشون داده میشه و بعضی وقتا محدودتر. حالا که هر دو شخصیت رو شناختیم، وقت مهمترین بخش ویدیو رسیده. سنتری در برابر سوپرمن. تا اینجا فهمیدیم که هر دو شخصیت در بالاترین سطح دنیای خودشون قرار دارن. اما وقتی واقعا مقابل هم قرار بگیرن، چه اتفاقی میفته؟ بیایید بخش به بخش مقایسه کنیم. اولین چیزی که در یه نبرد بین این دو شخصیت بررسی میشه، قدرت فیزیکیه. سنتری قدرتی داره که اونو به یکی از قوی‌ترین شخصیت‌های مارول تبدیل کرده. ازتون میخوام فقط یه ثانیه تصور کنید که انفجار خورشید میتونه چه قدرتی داشته باشه. قدرت سنتری برابر با انفجار 1,000,000 خورشید. این خودش واقعا باور نکردنیه. اما سوپرمن هم از اون طرف در این زمینه یه هیولاست.
اون دهه‌هاست نشون داده که در سطح بالاترین قهرمانای DC قرار داره. سوپرمن به راحتی میتونه یک یا چند تا سیاره رو حمل کنه و بارها با موجوداتی مبارزه کرده که قدرتشون فقط به نابودی یه شهر و یه سیاره محدود نبوده. پس از نظر قدرت خام این دوتا به هم نزدیکن. سنتری شاید از نظر انفجار قدرت و پتانسیل یکم ترسناکتر به نظر برسه، مخصوصا وقتی کنترل خودش رو از دست بده. اما سوپرمن هم به خاطر سابقه هایی که داشته نشون داده میتونه با همچین شخصیتایی رقابت کنه. برنده قطعی تو این بخش وجود نداره. ولی از لحاظ سرعت چی؟ اینجا یکی از مهمترین تفاوت‌ها دیده میشه. سنتری سریعه، اما سرعت مهمترین ویژگی اون نیست. در طرف مقابل، سوپرمن یکی از معروفترین شخصیت‌ها از نظر سرعت در دنیای کامیکه. اون توانایی واکنش در زمانهای خیلی کوتاه داره و بارها با دشمنای خیلی سریع روبرو شده. توی مبارزه، سرعت میتونه همه چیزو تغییر بده. حتی اگه دو نفر قدرت تقریباً برابری داشته باشن، کسی که سریعتر فکر کنه و سریعتر حرکت کنه، معمولاً کنترل مبارزه رو به دست میگیره. پس تو این قسمت سوپرمن برتری داره. حالا میرسیم به دوام و تحمل ضربه. اگه سوپرمن بتونه ضربه بزنه، آیا سنتری میتونه اونو تحمل کنه؟ یکی از بزرگترین مشکلات مبارزه با سنتری اینه که شکست دادن اون خیلی سخته. قدرت بازسازی اون باعث میشه حتی آسیب‌های خیلی شدید هم همیشه پایان کار اون نباشن. سوپرمن هم دوام فوق‌العاده‌ای داره و به راحتی آسیب نمیبینه. اما تفاوت مهم اینجاست. سوپرمن معمولاً به مقاومت بدنش تکیه داره. سنتری علاوه بر مقاومت، توانایی بازگشت و ترمیم هم داره. در بخش دوام، سنتری بهتره. بریم سراغ بخش توانایی‌های خاص. سوپرمن ابزارهای زیادی داره. پرتوهای گرمایی، نفس یخی، پرواز، قدرت خورشیدی و تجربه مبارزه طولانی. اما سنتری فقط یه مشت‌زن قوی نیست. اون میتونه انرژی و تولید رو کنترل کنه. در بعضی از داستانا روی ماده تأثیر بذاره. با قدرت‌های غیر معمول مبارزه کنه. همچنین وجود وید باعث میشه مبارزه با سنتری پیچیده‌تر بشه. چون حریف فقط با یه قهرمان طرف نیست. با چیزی طرفه که میتونه به تاریک‌ترین حالت خودش تبدیل بشه. اون میتونه روی ذهن و احساسات قربانیاش اثر بذاره. هرچند که این توانایی تا چه حد میتونه روی سوپرمن جواب بده، اونو شما تو کامنت ها بنویسید. پس تو بخش توانایی‌های خاص و متنوع، سنتری یکم خطرناک‌تره. در بخش تجربه مبارزه، اینجا سوپرمن یه مزیت بزرگ داره. کلارک کنت سالهاست با انواع دشمنان مبارزه کرده. از موجودات فضایی گرفته تا تهدیدهای جادویی و کیهانی. اون میدونه چطور خودشو با دشمن جدید تطبیق بده. سنتری هم مبارز قدرتمندیه، اما مشکل اصلی اون همیشه کنترل قدرت خودش بوده. در تجربه و ثبات، سوپرمن برنده است. اما میرسیم به بخش ذهن و اراده. این بخش شاید مهمترین قسمت این نبرد باشه. قدرت سنتری واقعا بزرگه، اما ذهن رابرت رینولدز همیشه نقطه ضعف اون بوده. ترس و مشکلات روانی میتونن باعث بشن اون نتونه از همه قدرتش استفاده کنه. اما سوپرمن یکی از قوی ترین اراده ها در دنیای کامیکو داره. اون بارها وقتی که همه چیز علیهش بوده ادامه داده. در یه مبارزه طولانی سوپرمن از نظر ذهنی پایدارتره. انتخاب برنده این نبرد به هیچ وجه ساده نیست. اما اگه سنتری اون مشکلات روحی و روانی رو نداشت، من سنتری رو انتخاب میکردم. ولی با در نظر گرفتن این مشکلات سنتری، سوپرمن به خاطر سرعت بالاتر، تجربه بیشتر و کنترل ذهنی بهتر برنده این نبرده. اما با این وجود، سنتری از اون دسته شخصیتاییه که اگه سوپرمن یه اشتباه کنه، میتونه مبارزه رو در چند لحظه تموم کنه. نظر شما چیه؟ به نظر شما کدوم برنده میشه؟ حتما برام تو کامنت ها بنویسید. تا یه ویدیو دیگه، بدرود.